من امروز اومدم که بهتون پرسپکتیو 3 نقطه‌ای رو یاد بدم. اگه دوست دارید یاد بگیرید با من همراه باشید. خب بچه‌ها، همونطور که میدونید توی درس‌های گذشته من بهتون یاد دادم که پرسپکتیو 1 نقطه‌ای و 2 نقطه‌ای رو چطور بکشید و کلی توضیحات کامل راجبشون دادم. اینجا هم میخوام یه توضیح خیلی مختصر راجع به پرسپکتیو 3 نقطه‌ای بدم که پرسپکتیو 3 نقطه‌ای به چه دردی میخوره. بچه اگه جلوی یک ساختمون میخواید قرار بگیرید، مثلا یک تصویرسازی میخواید بکنید، یک ساختمون خیلی بلند رو میخواید بکشید و یک کاراکتر کنارش، از پرسپکتیو 3 نقطه‌ای میتونید استفاده کنید. مثلا دوربین رو به پایینه و از نگاه یک مورچه به اصطلاح میگن و از بالا این ساختمون فشرده شده، مثل تصاویری که اینجا میذارم به این شکل هستش و این خیلی سخته خب کشیدنش تو حالت عادی و ممکنه کج و کله بشه، ولی پرسپکتیو 3 نقطه اینجا اگه یاد بگیریم چجوری بکشیم به کمکمون میاد. یا اینکه نه، حتی مثل کاراکتری که اینجا کشیدم میخواید کاراکترتون رو تو پرسپکتیو ببرید یا میخواید از بالا به ساختمون نگاه کنید، از نگاه مثلا یک هلیکوپتر، از نگاه یک شخصی که توی برجه و داره به ساختمونهای کوتاه‌تر نگاه میکنه که دید پرنده بهش میگن. من خیلی فشرده اینجا اینا رو گفتم که بریم سراغ درسمون که ویدیو هم طولانی نشه، چون میدونم که یادگیریش خیلی مهمتر از توضیحات اضافیه، ولی اینو بدونید این خیلی به دردتون میخوره. اگه میخواید بک‌گراند آرتیست بشید، اگه میخواید کانسپت آرتیست بشید یا کاراکتر آرتیست بشید یا استوری بورد بزنید، هر چیزی که فکرشو میکنید که مربوط به نقاشی و تصویرسازی و طراحی هستش، پرسپکتیو 3 نقطه‌ای خیلی جاها واقعا کمک خوبیه. حداقل واسه من اینجوری بوده. و این ویدیو به 2 بخش تقسیم میشه. یه بخشش مربوط میشه به آموزش کلی پرسپکتیو 3 نقطه‌ای و بعدی هم واسهتون یه تصویرسازی خیلی باحال دارم با تم هالووین. ببینید لذت رو ببرید. امیدوارم این ویدیو واقعا براتون خوب بوده باشه، چون تمام تلاشمو کردم به زبان ساده همه رو توضیح بدم و خیلی دوستانه. و بزن بریم دیگه. چیزی واسه این که ما پرسپکتیو 3 نقطه‌ای رو بکشیم، مثل پرسپکتیو 1 نقطه‌ای و 2 نقطه‌ای طبیعتا نیاز به یک خط افق داریم. من خط افق رو اینجا میکشم و سعی میکنم که یک خط دیگه هم اینجا بکشم و یک نقطه روی این خط. البته من یک مقداری اینو بیرونتر میبرم، یک نقطه رو اینجا میذارم و نقطه بعدی رو اینجا میذارم. خب ما نیاز داریم یک نقطه گریز سوم داشته باشیم که من نقطه گریز سوممو اینجا میذارم و همونطور که میبینید الان ما 3 نقطه گریز داریم. نقطه اول، نقطه دوم، نقطه سوم. خب تفاوتش تو اینه که ما حجممون رو وقتی که اینجا میکشم براتون، اگه یادتون باشه وقتی که پرسپکتیو 1 نقطه‌ای رو داشتیم ما زل و روبرو میدیدیم و اگه قرار بود که مثلا بخوایم به جایی وصلش کنیم، اگه اینجا رو در نظر بگیریم به یه نقطه وصل میشد. خیلی ساده. 2 نقطه‌ایش هم اینجوری بود که یک زل رو اینجوری میکشیدیم و من خیلی سریع بهتون بگم چون بریم سراغ درسمون. و بعدی هم که به این شکل به این 2 نقطه وصل می‌کردیم به این شکل. بعد یک نقطه اینجا می‌گرفتیم که و واسه یه زل بالایی هم از اینجا می‌گرفتیم. خب این پرسپکتیو 1 نقطه‌ای بود. اینم 2 نقطه‌ای. حالا تفاوتشون چیه؟ اگه یادتون باشه اینجا یک سمت مکعب رو میدیدیم، اینجا 2 سمت مکعب رو میدیدیم و یک زل روبروی ما قرار میگیره. حالا توی پرسپکتیو 3 نقطه‌ای چیزی که تغییر میکنه این خطوطن که زاویه میگیرن، یعنی که این 2 تا خطوط توی پرسپکتیو میرن و
از بالا یا از پایین فشرده میشن. بستگی داره که نقطه گریزمون کجا باشه. اگه پایین باشه از پایین فشرده میشه، اگه بالا باشه از بالا فشرده میشه. و اگه از پایین نقطه رو بذاریم دید پرنده میشه و اگه از بالا نقطه گریزمون رو بذاریم دید کرم یا مورچه میشه. حالا واسه شروع اینجا تفاوتی که داشت، ما از یک خط استفاده میکردیم، از نقطه میشد استفاده کرد، ولی من اینجا واسه اینکه کارمون تمیزتر در بیاد از یک نقطه استفاده میکنم و این نقطه رو به نقطه گریز اولم و نقطه گریز دومم وصل میکنم و در انتها نقطه گریز سوم. هرچند این ترتیبی نداره ولی خب من اینجوری شروع میکنم. زلهای بعدیمو انتخاب میکنم و این زلها رم به نقاط گریز دیگم وصل میکنم. همونطور که میبینید اتفاقی که داره میفته وقتی که نقطه گریز بالا قرار میگیره، نقطه گریز سوم، اتفاقی که میفته ما زیر مکعب رو داریم میبینیم و داریم از نگاه یک مورچه یا یک کرم این آبجکت یا مکعب مستطیلمون رو میبینیم. بچه ها خیلی راحته، فقط با تمرین کردم و چند بار تمرین کردم واقعا این مهارت رو به دست میارید و اینکه بعدش هم میتونید توی تصویرسازیاتون استفاده کنید. من بعد از این یک تصویرسازی هم براتون انجام میدم، ببینید که چقدر میتونه کارمون قشنگ بشه. من اینجا همینطوری یک کاشو میزنم و میبینید که زیر مکعبمون دیده شد. حالا میتونه این نقطه هر جایی بره ولی خیلی دفرمه میشه وقتی که از این نقطه یک کمی فاصله بگیریم. من یه دونه اینجا انجام میدم براتون ببینید. یک زلو به طور مثال اینجا میذارم و یه بار به این وصل میکنم، یه بارم به این و بعدی رو به این و حالا نقاط گریزم رو میذارم. میتونم به این شکل بذارم، مثلا روی این بذارم بعد ماسکش کنم، هیچ ایرادی نداره. به این شکل و به این شکل و اینجا هم که طبیعتاً باید به اینجا وصل میشد و اینم میبینید یک مقداری فرمش عجیب غریب شد بابت اینکه از اون نقطه گریزمون فاصله گرفتیم. اگه بخواید یه کار این مدلی رو انجام بدید، حالا بعدا هم یه فرم عجیب غریب هم کار میکنیم. به این شکل شد و اینجا هم میتونیم هاشورامون رو بذاریم و اگه بخوایم الان سطح زیر رو میبینیم، سطح بالا رو ببینیم، مثل یک پرنده‌ای که داره پرواز میکنه یا یک شخصی که توی ساختمان خیلی بلنده و داره به قول معروف بیرون رو نگاه میکنه. بازم اینجا احتیاج داریم که یک نقطه بذاریم و نقطه گریز بعدیم هم اینجاست و نقطه بعدی رو اینجا میذاریم. من یه نقطه اینجا میذارم، یه نقطه اینجا میذارم و یه نقطه اینجا میذارم و سعی میکنم که این دوتا رو به اینجا وصل کنم
و اینو به این، اینو به این، و اینو به این. و اینو به این. بچه ها میبینید الان سطح بالایی پرسپکتیو ما دیده شد. من فکر میکنم تا اینجا کافی باشه، چون به اندازه کافی دیگه براتون توضیح دادم که چه اتفاقی میفته. خیلی ساده است، خیلی 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 زیاد ساده است و لطفا اینو سختش نکنید. میریم سراغ قسمت بعدی. خب برای شروع من یه خط افق میکشم و مثل همین درسی که بهتون دادم یه خط کمکی میکشم و نقطه سوم و نقطه اول و دوم هم بهش اضافه میکنم و خطوط رو بهشون وصل میکنم که بتونم یک حجم بکشم. و دیگه باید یاد گرفته باشین چطور حجم رو میکشین. این حجمی که دارم میکشم میخوام یک کلبه بکشم. یک کلبه میتونه ترسناک باشه و تصمیم گرفتم ترسناک باشه چون پاییزه و این وایب هالووین و اینا هستش، خیلی دوست دارم. و دیگه شروع میکنم به کشیدن این کلبه. واسه اینکه مرکز این کلبه رو پیدا کنم وسط اون مربع یه زبدر میکشم واسه اینکه بتونم شیب اون خونه رو، شیروونیش رو پیدا کنم. قبلا هم بهتون اینو یاد دادم توی پرسپکتیوهای قبلی، میتونید ویدیوش رو ببینید. و من سعی میکنم اینجا چیزهایی که لازم دارم رو اضافه کنم، مثل پله ها. یه کمی برام چالش برانگیز بود، ولی میخوام یه مقداری از اون فضای پرسپکتیو و خط کشی شدن بیام بیرون، چون که اگه بخوام خیلی به این پایبند باشم خیلی خشک میشه فضا. بابت همین سعی میکنم یک اقراقی بکنم. میبینید که خطوط منحنی گذاشتم، یک مقداری اون شیروانی هم با کمک همین پرسپکتیو بیرون کشیدم، ولی بعدش اومدم به اصطلاح یک مقداری روش اغراق کردم. بچه اگه میخواید تصویر سازی کنید، مسئله اغراق کردن رو باید جدی بگیرید و بتونید خوب انجامش بدید. ولی اولش بهتره که اون چیزی رو که میخواید اغراق کنید خیلی خوب بفهمیدش و بعدش روش اغراق کنید. بر شکل جزئیات دیگر هم اضافه میکنم و سعی میکنم که خونم رو تکمیل تر کنم. اینجا بگم که ویدیو رو سرعتش هم بیشتر کردم چون واقعا خیلی روش کار کردم. فکر کنم بیشتر از 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم شد. همین چیزی که میبینید خیلی کوتاه شده، ولی خواستم بهتون یک ذهنیتی بدم که شما میتونید این کارو کنید و واسهش یه قصه بگید. به طور مثال من این خونه روی خونه میتونه یه زن جادوگر باشه که کلی از این کدوها داره، یا یک زن معمولی باشه که صرفاً هالووین رو دوست داره و زمینی کشاورزی داره اون پشت مشتا و توش کدو میکاره و کلی کدو گذاشته اینجا. و حالا کدو رو نکشیدم ولی میبینید به زودی. و سعی میکنم که جزئیات همینطوری اضافه کنم. اگه دقت کنید من از پاکونم خیلی دارم استفاده میکنم چون واقعا هیچ کانسپت قبلی نداشتم، ولی بهترینه قبل شما یک تصاویر خیلی کوچولوی به انگشتی از کارتون داشته باشید و بدونید که دقیقاً میخواید چی کار کنید کارتون رو، و بعدش هم حتی میتونید یک مقدار به ابعاد بزرگتر دیتیل‌های بیشتری رو واسه خودتون یادداشت کنید یا یه قصه براش داشته باشید. بهتره، چون که من واقعا دارم خودمو میکشم انقدر پاکون میارم میگم این خوب میشه این خوب نمیشه. هرچند اینم اوکیه دیگه، چون این واقعا اینم در مرحله یه کانسپت، یه کار نهایی نیست. اگه بخوام اینو خیلی تمیزش کنم خیلی من روش کار میکنم. بچه‌ای که پیج اینستاگرام من رو دارم میدونن چقدر من مریض دیتیلم و دوست دارم دیتیلات توی کارم باشن. همونطوری که داشتم صحبت میکردم دیدین دیگه چه چیزایی اضافه شد و من به شکل خیلی ساده دیگه اینا رو گذاشتم. یعنی سعی کردم که ساده باشه که بتونم ویدیو رو تمومش کنم. با کمک همین پرسپکتیو من درخت‌ها رو کشیدم، ولی انقدر زیادم به
پرسپکتیوم پایبند نبودم، فقط سعی کردم از فرمش استفاده کنم. بعضی جاها مخصوصا تو کار فانتزی که دیگه اغراق دارید میکنید نیاز نیست واقعا خیلی پایبند باشید. در شکل و اینو در انتها بگم که با تمرین زیاد و دیدن کار بقیه آرتیستا، مخصوصا اونایی که خیلی دوستشون دارید و حتی اونایی که دوستشون ندارید، مهم نیست، میتونید چیزای خوبشون ازشون بگیرید و توی کارتون بیارید. مطمئن باشید به نتیجه خیلی خوب میرسین. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. ممنونم از حمایتاتون. کامنتاتون رو میخونم و کلی کیف میکنم. خدافظ.